خوش اومدید. امروز یه موضوع خیلی حساس و مهمی رو داریم که از توی منابعی که فرستادید دروردیم. حملات انتحاری. قراره با هم یه نگاه دقیق تری بندازیم به تحقیقات رابرت پیپ و تیمش تو دانشگاه شیکاگو. میخوایم ببینیم اونا چی پیدا کردن در مورد ریشه‌های این ماجرا. سلام. بله دقیقاً این منابع خلاصه ای از یک کار تحقیقاتی خیلی بزرگه. اونا یه پایگاه داده درست کردن از تمام حملات انتحاری از 1980 به بعد. کار سختی بوده واقعاً. درسته. و هدف ما هم اینه که ببینیم این داده ها چی میگن. فراتر از اون چیزایی که معمولاً شنیدیم، به خصوص بعد از 11 سپتامبر. دقیقاً. ببینیم شواهد چی میگن، مخصوصاً در مورد نقش اشغال نظامی خارجی که این تحقیق خیلی روش تاکید داره. بسیار خوب. پس بیاین شروع کنیم. بعد 11 سپتامبر خب خیلی سریع روایت‌هایی شکل گرفت. یادتونه همه جا حرف از اسلام رادیکال بود، فقر، حتی بعضیا میگفتن فاشیسم اسلامی. منابع شما هم اشاره میکنن که رسانه‌های غربی چطور اینا رو پررنگ کردن. بله اون اوایل تحلیل‌ها خیلی سریع رفت به اون سمت. ولی خب این تحقیق میگه یه مشکلی وجود داشت. ببینید عواملی مثل بنیادگرایی یا فقر که دهها بود وجود داشتن. سوال اصلی پیپ این بود که چی عوض شده؟ چرا یهو اینقدر حملات انتحاری زیاد شد، اونم علیه غرب؟ آهان، یعنی دنبال متغیر جدید میگشتن. دقیقاً متغیر جدید چی بود؟ و انگار همین تحلیلای اولیه که خب حالا میگیم شاید ناقص بودن، روی سیاست‌ها هم اثر گذاشتن دیگه. مثلا حمله به عراق. با این فکر که اگه رژیم عوض شه و دموکراسی بیاد، دیگه تروریسم که فکر میکردن ریشش مذهبیه از بین میره. اما داده‌ها یه چیز کاملاً متفاوت رو نشون میدن. یافته کلیدی و اصلی تحقیق پیپ همینه. میگه محرک اصلی پشت تقریباً 95% حملات انتحاری نه مذهب به تنهایی، نه فقر، بلکه اشغال نظامی خارجی بوده. اشغال سرزمین‌هایی که مهاجما اونجا رو خاک خودشون میدونن. اشغال نظامی خارجی. این خیلی نکته مهمیه. یعنی تمرکز رو از روی چرا اینا متنفرن میبره روی به چی دارن واکنش نشون میدن. دقیقاً همینه. حالا برای اینکه بهتر متوجه شیم، بیایید به آمار قبل و بعد از اشغال عراق و افغانستان یه نگاه بندازیم. این خیلی جالبه. بین سال 1980 تا 2003 یعنی بیشتر از 20 سال، کلاً کمتر از 350 تا حمله انتحاری تو کل دنیا ثبت شده. کمتر از 350 تا توی 24 سال؟ واقعاً به نظر خیلی کم میاد نسبت به چیزی که تو ذهن ماست. بله و تازه از همین تعداد کمتر از 15% علیه منافع آمریکا بوده. خب حالا مقایسه کنید با دوره بعد. فقط تو 6 سال بین 2004 تا 2009 میدونید این عدد چند شد؟ چند؟ بیشتر از 1800 تا. چی؟ 1800 تا تو 6 سال؟ بله، یعنی 5 برابر شد توی 1/4 زمان قبلی. و نکته عجیبترش اینه که 92% این حملات جدید مستقیم علیه نیروهای آمریکایی و متحدانش تو عراق و افغانستان بود. 92%؟ این جهش وحشتناک دقیقاً بعد از اشغال این دوتا کشور شروع شد. نمیشه نادیده گرفتش. این آمار واقعاً تکون دهنده است. یعنی میشه گفت جنگ علیه تروریسم خودش ناخواسته باعث تشدید یه نوع خیلی بدتر و مرگبارتر از تروریسم شده. داده‌های پیپ خیلی قوی همینو میگن. و اینجا یه نکته کلیدی دیگه هم هست که اون تصور رایج رو بازم به چالش میکشه. چی هست؟ هویت عاملان این حملات. برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، بخش خیلی زیادی از این حملات کار گروه‌ها و آدمای سکولار بوده، نه فقط مذهبی‌های افراطی. سکولار؟ این دیگه خیلی عجیبه. یعنی چی؟ مثلا القاعده که اینطور نبود. میشه مثال بزنید؟ حتما. مثلا تو همون دوره اول 1980 تا 2003 گروهی که بیشترین حملات انتحاری رو تو دنیا انجام داد کی بود به نظرتون؟ نمیدونم. القاعده؟ نه، ببرهای تامیل تو سریلانکا. آها، ببرهای تامیل، درسته. اونا که ملیگرا بودن و ایدئولوژیشون بیشتر مارکسیستی و سکولار بود. دقیقاً. پس این فقط یه استثنام نبوده. جالبه. نه، تحقیق پیپ نشون میده حتی تو کشورهای به اصطلاح اسلامی حداقل 1/3 حملات انتحاری کار گروه‌های کاملاً سکولار بوده. یه مثال دیگه‌اش پیکک تو ترکیه. اونا هم یه گروه ملیگرای کرد هستن با ایدئولوژی سکولار. پیکک هم حملات انتحاری داشته؟
بله زیاد. خود پیپ توی مطالعه‌ای که روی هویت عاملان تا سال 2003 انجام داده، دیده که تقریباً نصفشون انگیزه‌های سکولار داشتن. نصفشون؟ عجب. خب پس اگه مذهب یا حتی فقر دلیل اصلی نیست، این گروه‌ها چه سکولار چه مذهبی دنبال چی هستن با این حملات؟ هدفشون چیه؟ اینم میشه نکته کلیدی سوم. هدف اصلی طبق این تحقیق بیشتر استراتژیک و سیاسیه. 95% حملات انتحاری تا قبل از 2004 یه هدف مشخص داشتن: مجبور کردن نیروهای نظامی اشغالگر به عقب نشینی. مجبور کردن به عقب نشینی. بله، مخصوصا نیروهای کشورهای دموکراتیک که میدونن به تلفات انسانی و نظر مردمشون حساس ترن. میخوان اونا رو از سرزمینی که مال خودشون میدونن بیرون کنن. پس یه هدف کاملا مشخص و سیاسی دارن. دقیقاً این الگو رو شما تو خیلی جاها میبینید. مثلا تلاش برای بیرون کردن نیروهای آمریکایی و فرانسوی از لبنان تو دهه 80. یادم اون انفجارا رو. یا مقاومت فلسطینیا علیه اشغال اسرائیل تو کرانه باختری و غزه، جنگ ببراهای تامیل که گفتیم، مقاومت چچنها علیه روسیه. تو همه این موارد هسته اصلی ماجرا حضور یه نیروی نظامی خارجی یا نیرویی که خارجی حساب میشد تو سرزمینی بود که مردمشون رو مال خودشون میدونستن. فهمیدم. پس این الگو با شروع جنگ‌های عراق و افغانستان بعد 2004 هم ادامه پیدا کرد دیگه و حتی شدیدتر شد؟ بله، خیلی شدیدتر. آمارش گویای همه چیزه. حدود 87% کل حملات انتحاری تو دنیا از 2004 به بعد مستقیم به حضور نیروهای رزمی خارجی یعنی آمریکا و متحدانش تو عراق و افغانستان ربط داشته. 87%؟ 12% دیگه هم مربوط به عملیات تو مناطق قبیله‌ای پاکستان بوده که اونم باز به جنگ افغانستان و فشار آمریکا به پاکستان ربط داشت که تو اون مناطق عملیات کنن. پس اگه اینا رو جمع کنیم تقریباً میشه گفت همه حملات به نوعی به اشغال نظامی ربط دارن؟ تحقیق پیپر عدد 96% رو میاره برای حملات گروه‌های اصلی بین 1980 تا 2009 که مستقیم یا غیر مستقیم به اشغال نظامی مربوط بودن. این دیگه یه همبستگی خیلی خیلی قویه. نمیشه الکی از کنارش گذشت. 96%. مثال خود افغانستان خیلی خوب اینو نشون میده. ببینید تا سال 2005 حملات انتحاری تو افغانستان خیلی کم بود. انگشت شمار بود تقریبا. درسته. اما از اواخر 2005 و به خصوص تو سال 2006 یهو منفجر شد. رسید به بیشتر از 100 تا حمله تو سال. عجب. چی شد یهو؟ این دقیقاً همزمان بود با اینکه آمریکا و ناتو شروع کردن پایگاهاشون رو گسترش بدن به مناطق پشتون نشین تو جنوب و شرق و همزمان فشار آوردن به پاکستان که تو مناطق قبیله‌ای اون طرف مرز عملیات کنه. منطق پشتونا طبق این تحلیل خیلی سرراست بود. هرچی بیشتر تو خاک ما بیایید و اشغال کنید، ما هم بیشتر مقاومت میکنیم تا تمومش کنیم. و خب حملات انتحاری شد ابزار اصلیشون. چقدر واضح. اما یه سوالی پیش میاد. حملاتی هم داشتیم که خارج از مناطق اشغالی بودن. مثلا تو لندن یا مادرید. اونا چی؟ اونا که دیگه ربطی به اشغال مستقیم نداشتن ظاهرا. اینا چطور توضیح داده میشن؟ سوال خیلی خوبیه. این حملات رو پیپ اسمشون رو گذاشته حملات فراملیتی. حدود 10% کل حملات تو اون دوره بودن. خب توضیحش چیه؟ توضیح پیپ اینه که ریشه اینا هم باز برمیگرده به اشغال، منتها از طریق یه مفهوم دیگه. ملیگرایی یا بهتر بگیم حس تعلق به یه جامعه بزرگتر که حس میکنن بهش حمله شده. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی طرفی که حمله میکنه شاید خودش مستقیم زیر اشغال نباشه، ولی خودش رو بخشی از یه ملت یا یه گروه بزرگتر میبینه. مثلا امت اسلامی یا جامعه پشتونها یا هر چیز دیگه‌ای. و وقتی میبینه سرزمین یا هویت اون گروه توسط یه قدرت خارجی اشغال شده یا مورد حمله قرار گرفته، این رو حمله به خودش و کل جامعهش تلقی میکنه. آها. و برای دفاع از اون جامعه یا انتقام حاضر میشه بره توی خاک خود کشور اشغالگر و حمله کنه. پس ریشه بازم اشغاله، ولی انگیزه از طریق یه حس همبستگی و هویت جمعی میاد. پس اینم یه جور واکنش به اشغاله ولی توی سطح وسیع‌تر. دقیقاً. یه واکنش فراتر از مرزهای مستقیم جغرافیایی. فهمیدم. جالبه. توی متن یه مقایسه‌ای هم کرده بود با سرطان.
اون چی بود؟ میتونید توضیح بدید؟ برای اینکه بفهمیم چرا انقدر تمرکز روی این نوع خاص از تروریسم مهمه. آره، اون قیاس خوبیه برای اینکه بفهمیم حملات انتحاری چقدر استراتژیک و خطرناکن. پیپ میگه تروریسم مثل سرطانه، انواع مختلف داره. بعضیاش کمتر خطرناکه، بعضیاش کشنده تره. حملات انتحاری مثل سرطان ریه میمونن. شاید تعدادشون کم باشه، یعنی درصد کمی از کل حملات تروریستی باشن. چقدر کم؟ مثلا فقط 3% کل حملات بین سالهای 1980 تا 2001 انتحاری بودن. فقط 3%؟ اما همین 3% مسئول بیشتر از 70% کل مرگ و میر ناشی از تروریسم تو همون دوره بودن. 70%؟ وای! بله، این نشون میده این تاکتیک چقدر مرگباره. شاید کم استفاده بشه ولی وقتی استفاده میشه اثرش وحشتناکه. برای همین باید بهش توجه ویژه کرد. نمیشه با بقیه تروریسما قاطیش کرد. درسته، واقعاً مرگباره. حالا از دید خود اون گروه‌ها چرا این روش انقدر براشون جذابه؟ یعنی واقعاً فقط بحث شهادت و بهشته یا یه منطق نظامی هم پشتشه؟ منابع میگن شاید نگاه صرفاً مذهبی یکم ساده انگارانه باشه. دقیقاً. ببینید از دید یه سازمان تروریستی انتخاب تاکتیک انتحاری یه جور محاسبه استراتژیکه برای اینکه بیشترین خسارت رو بزنن. عامل انتحاری مثل یه بمب هوشمند انسانی عمل میکنه. بمب هوشمند انسانی؟ آره، یعنی میتونه خودشو و مواد منفجرش رو با دقت خیلی بالا برسونه به آسیب پذیرترین نقطه هدف، جایی که شاید یه بمب معمولی یا یه حمله چریکی اصلا نرسه. چون دیگه لازم نیست نگران فرار کردنش باشه. دشمن خیلی قوی تر مثل یه دولت می جنگه، این یه تاکتیک نامتقارن خیلی کارآمده. پس یه هدف تاکتیکی مشخص پشت این انتخابه، نه فقط انگیزه شخصی اون فرد. فهمیدم. یه منطق نظامی سرد پشتشه انگار. خب حالا که این داده ها اینقدر قوی به نقش اشغال نظامی اشاره میکنن، میرسیم به سوال اصلی. راه مقابله چیه؟ اون استراتژیایی که بعد 911 خیلی مد شد مثل صدور دموکراسی و اینا اصلا جواب داده؟ داده هایی که پیپ بررسی کرده میگه نه. مثلا تلاش برای دموکراتیک کردن عراق بعد از 2003 رو ببینید. نتیجه چی شد؟ حملات انتحاری کم نشد که هیچ، منفجر شد. درسته، همونطور که گفتید. ولی در مقابل شواهد قوی هست که نشون میده وقتی نیروهای نظامی اشغالگر عقب نشینی میکنن، این نوع حملات خیلی کم میشه. چه شواهدی مثلا؟ منابع به 2 مثال مهم اشاره میکنن. یکی خروج یک طرفه اسرائیل از غزه و بخش‌های از کرانه باختری تو سالهای 2004 و 2005. بعدش حملات انتحاری فلسطینیا خیلی کم شد. آها. مثال دوم و مهمتر، کاهش زیاد نیروهای رزمی آمریکا و متحدانش از شهرهای عراق از سال 2008 به بعد بود. اونم باعث شد حملات انتحاری تو عراق خیلی خیلی کم بشه. این الگو نشون میده وقتی اون عامل اصلی تحریک کننده، یعنی حضور فیزیکی نیروی اشغالگر کم یا حذف بشه، انگیزه و فرصت برای حملات انتحاری هم کم میشه. پس راه حل اصلی فقط عقب نشینیه. ولی خب آیا همیشه این ممکنه؟ یا اصلا به نفع قدرت‌های بزرگ هست که همیشه عقب نشینی کنن؟ لزوما نه همیشه عقب نشینی کامل و فوری. پیپس و همکارانش به استراتژی‌های جایگزین هم اشاره میکنن. راهایی که میشه بدون اشغال زمینی گسترده منافع رو حفظ کرد و کمتر هم تحریک کننده بود. یکی از مهمتریناش استراتژی موازنه از راه دور هست. آفشور بالانسینگ؟ موازنه از راه دور یعنی چی؟ یعنی قدرت‌های بزرگ به جای اینکه صدها هزار نیروی زمینی پیاده کنن تو خاک کشورهای دیگه که خب معلومه باعث تحریک شدید ملی‌گرایی و مقاومت میشه، بله. بیان بیشتر روی قدرت دریایی، قدرت هوایی و حمایت از متحدان محلیشون تکیه کنن تا منافعشون حفظ بشه. این تقریباً همون کاری بود که مثلا آمریکا تو خلیج فارس از بعد جنگ جهانی دوم تا قبل از جنگ اول خلیج فارس تو 1990 میکرد. منافعش رو داشت ولی حضور سنگین زمینیش کمتر بود و کمتر تحریک میکرد. جالبه. یعنی اون تغییر استراتژی و اومدن پایگاه‌های بزرگ به عربستان بعد از 1990 خودش یکی از ریشه‌های مشکل شد طبق این دیدگاه. دقیقاً. یکی از عوامل اصلی شکلگیری انگیزه تو امثال بن لادن همین بود. پس یه جور برگشت به یه استراتژی کم هزینه‌تر و کم تنش‌تر. به نظر منطقی میاد.
راهکار دیگه‌ای هم مطرح شده تو این منابع؟ بله، یه رویکرد دیگه هم هست که تو خود عراق به خصوص تو استان الانبار سال 2006 امتحان شد و تا حدی هم جواب داد. بهش میگن توانمندسازی گروه‌های محلی. توانمندسازی محلی چطور؟ اونجا نیروهای آمریکایی به جای اینکه خودشون مستقیم با قبایل سنی بجنگن که خب خیلیاشون مخالف حضور آمریکا بودن و بعضن با القاعده هم کنار می اومدن، خب اومدن قدرت سیاسی و منابع مالی رو تا حد زیادی دادن دست خود همین قبایل. گفتن شما خودتون مسئول امنیت منطقتون باشید. نتیجه چی شد؟ همین قبیله ها که قبلا شاید با القاعده می ساختن، حالا خودشون انگیزه پیدا کردن که با افراطی‌ها بجنگن و امنیت رو برقرار کنن. عجب. آمریکا هم از دور یه حمایت محدودی می‌کرد، مثلا پشتیبانی هوایی میداد. این کار باعث شد حملات انتحاری تو انبار تو سال بعدش حدود 1/3 کم بشه. 1/3 کاهش قابل توجهه. بله، این نشون میده که سپردن کار به خود مردم محلی میتونه مؤثر باشه. البته خب منبع میگه این استراتژی هم چالش‌های خودش رو داره. تا وقتی نیروی خارجی حتی تو پایگاه‌های دورتر هست، بازم پتانسیل تنش وجود داره. بسیار خوب. فکر می‌کنم یه تصویر کلی و خوبی از یافته‌های اصلی این تحقیقات به دست آوردیم. به نظر میاد این منابعی که شما فرستادید یه چارچوب تحلیلی کاملاً متفاوت رو پیشنهاد میدن. به جای اینکه فقط روی ایدئولوژی و مذهب و اینا تمرکز کنن، میرن سراغ یه عامل مشخص و قابل مشاهده، اشغال نظامی خارجی. دقیقاً، اشغال سرزمین‌هایی که گروه‌ها اون رو وطن خودشون میدونن. و این نگاه جدید خب پیامدهای مهمی هم برای سیاستگذاری داره. این داده‌ها انگار میگن که شاید مؤثرترین راه برای کم کردن این نوع خیلی بد و مرگبار تروریسم لزوماً جنگ و مداخله نظامی بیشتر نباشه. شاید راهش بازنگری تو نحوه حضور نظامی باشه، کم کردن یا حذف اشغال مستقیم زمینی. و شاید رفتن به سمت همین استراتژی‌هایی که گفتیم، مثل موازنه از راه دور یا توانمندسازی محلی. اینا نتیجه‌گیری‌های مبتنی بر شواهده، نه فقط نظر شخصی. و این برای شمایی که دارید گوش میدید و این منابع رو دنبال میکنید مهمه، چون یه ابزار تحلیلی بهتون میده. کمک میکنه فراتر از اون روایت‌های رایج رسانه‌ای برید و درگیری‌ها و سیاست‌های بین‌المللی رو با یه نگاه عمیق‌تر و مبتنی بر داده تحلیل کنید. دقیقاً. و شاید بشه این بحث رو با یه سوال تموم کرد که جاش هست بیشتر بهش فکر کنیم. اگه قبول کنیم که منطق اصلی پشت اکثر حملات انتحاری یه هدف استراتژیک قابل فهمه، هرچند که خود عمل وحشتناکه، یعنی پایان دادن به اشغال نظامی خارجی و نه صرفاً نفرت کور مذهبی یا ایدئولوژیک، خب این پذیرش چه تأثیری میتونه یا باید روی نگاه ما به مسائلی مثل مذاکره با بعضی از این گروه‌ها، طراحی سیاست خارجیمون یا حتی تعریفی که از دشمن تو این درگیری‌ها داریم بذاره؟ این سوالیه که به نظرم این تحقیقات پیش روی ما و سیاستگزارها میذاره.